ان همین گل‌های تر و تازه بهاری را قبول کنید. هم محفل‌ها معطر، هم مجلس‌ها معطر، هم شعرها معطر. در آشیان بلبلان بلبلچه پیدا شده. و موضوعی که امروز ما مطرح میکنیم راز دل عنوان گرفته است. نکویی شمایم در این خدمت‌های شایسته‌ای در روند تعلیم و تدریس است. دایره معطر را در همون آثارخانه دمیر دوست محمدوف من روبرو شناختم. بابایم گفتن که هم معطرخان چق کده شدید می. معلمه غنی و برای من هم استاد راهنما مادری شهری و خوجندی من هستند. وقتی که معطرامم رو به شوهر داده هستم با یک ماشینی بارکشی کلام یک خانه کتاب داده فرستاده هستم. بعضی چی کارهایی که کردن ما نمیدونستم که فهمیدم من واقعا تشویقات میبرم. خیلی خرسند شدم که 70 سال گفته از کار پیش نمیکنم. تشنه و من تشنه دو گل بچه من تشنه